بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، لیسه اوغوخان در شهر خورخ، مرکز ماموری ولایت مختار کوهستان بدخشان، به لیسه برای خوانندگان با استعداد تبدیل داده شد و الکی لوحه را که در درآمدگاه این مکتب آویزان بود و در آن لیسه اوغوخان نوشته شده بود کندند. به گفته یکی از معلمان، مقامات از همه آموزگاران لیسه اوغوخان خواستند که ترک کار نکنند و در مکتب نو به کار خود ادامه دهند. یک ساکن خورخ که دخترش در لیسه اوغوخان تحصیل میکرد به بامداد گفت والدان خوانندگان را دعوت کرده وعده دادند که در مکتب نو همان شرایط و اصول تعلیم که در لیسه اوغوخان استفاده میشد نگاه داشته می شود و جای برای نگرانی نیست. اما این ساکن میگوید برخی پهلوهای مسئله والدان را نگران ساخته است. اولا معلوم نیست که برای تامین کار مکتب از کجا پول مییابند. قرار معلوم مبلغ گذاری سوای معارف در تاجیکستان تا حال میلنگد و مبلغ گذاری از حساب فقط بودجه برای تامین فعالیت کامل چنین مؤسسه ها کافی نیست. ثانیاً مسئله صفت تعلیم، اگر به آموزگاران معاش شایسته که آنها در لیسه اوغوخان میگرفتند تامین کرده نشود، آنها می توانند از کار بروند و این به صفت تعلیم به تاثیر نمیماند. ما در خاطر داریم که وقتی دولتی کردن لیسه های ترکی و تبدیل آنها به لیسه های برای خوانندگان با استعداد نیز عین وعده را داده بودند که سطح صفت تعلیم زمان لیسه های ترکی را نگاه خواهند داشت، ولی در نهایت دیدیم که چنین نشد و آن سابق لیسه های ترکی که مکتب های معتبر زمان خود دانسته می شدند حالا از لحاظ سطح و صفت تعلیم از دیگر مکتب های میانه عادی تقریبا فرق نمی کنند. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان و دوشنبه تا کنون قرار بازخواند اجازتنامه لیسه اوغوخان و سبب چنین تصمیم را شرح نداد. لیسه اوغوخان رسما روز 3 ایون سال 2023 برابر به پایان رسیدن سال تحصیل فعالیت خود را قطع کرد. لیسه اوغوخان در طول سالها یکی از مؤسسه های از همه معتبر در بین مکتب های میانه در ولایت مختار کوهستان بدخشان به شمار می رفت و صدها تن از شاگردان آن به دانشگاه معروف جوان و منطقوی داخل شده توانستند متخصصان ورزیده در ساحه‌های گوناگون شوند. تا یک سال گذشته بعد سرکوب اعتراضها در ولایت مختار کوهستان بدخشان ساختارهای گوناگون مربوط به اوغوخان در این ولایت و در عموم در تاجیکستان به فشار جدی از جانب مقامات دچار شدند و در پی لیسه و لاگرها و کودکستان‌های اوغوخان، پارک خورخ، مهمانخانه سیرینه در مرکز بدخشان، خوف دولتی کردن دیگر ساختارهای تجارتی اوغوخان در تاجیکستان نیز وجود دارد.